وحشتناکترین سرنوشتی که میتونی بهش دچار بشی زندگی کردن با یه خانواده سمیه. خانواده سمی استخوان در گلوه، نمیتونی قورتش بدی، نمیتونی پرتش بکنی. اصلا خانواده سمی استخوان لای زخمه، هر روز زخمت میزنن و هر روز اون زخم رو میشکافن، زخم رو تازه میکنن و نمک روش میپاشن. دوستی یک خانواده سمی دوستی از نوع خال خرسه است. ظاهرا صلاحت رو میخوان، ظاهرا خیرت رو میخوان، اما استقلال تو رو، حق انتخاب تو رو، رشد تو رو ازت میگیرن، حق نفس کشیدن رو از تو میگیرن و تا نقطه مرگ خفت میکنن و بیچاره میشی اگر بلد نباشی چطور در یک خانواده سمی